آخرین تماس. ساعت نزدیک 2 بامداد بود. تلفن امیر برای اولین بار بعد از ماه‌ها زنگ خورد. شماره ناشناس بود. امیر گوشی را برداشت و جواب داد. صدایش خسته بود، بی‌حوصله. انگار منتظر هیچ تماسی نبود. آن طرف خط صدای مردی لرزان آمد. اشتباه گرفتم. ببخشید. تماس قطع شد. امیر گوشی را کنار گذاشت، اما چیزی در آن صدا آرامشش را به هم ریخته بود. چند ثانیه نگذشته بود که دوباره تلفن زنگ خورد. همان شماره. این بار مرد گفت: میدونم مزاحمم، فقط میخواستم بدونم اگه کسی همه چیزش رو از دست بده هنوز ارزش ادامه دادن داره؟ امیر چیزی نگفت. چند ماه قبل اون دقیقاً همین سوال رو از خودش پرسیده بود. کارش رو از دست داده بود، رابطه‌اش تموم شده بود و هر شب به این فکر میکرد که اگه فردا بیدار نشه چه فرقی میکنه؟ امیر آروم گفت: نمیدونم زندگی قرار عادلانه باشه یا نه، اما میدونم تا وقتی نفس میکشی هنوز یک فرصت باقی مونده. اون طرف خط سکوت شد. بعد صدای گریه‌ای آرام. مرد گفت: فقط همین جمله رو لازم داشتم. ممنون. تماس قطع شد. امیر تا صبح خوابش نبرد. فردای اون روز برای اولین بار بعد از مدت‌ها رزومش رو دوباره فرستاد. شروع به دویدن کرد و تصمیم گرفت حداقل یک بار دیگه تلاش کنه. 3 ماه بعد یک ایمیل دریافت کرد. موضوعش ساده بود. از طرف کسی که اون شب زنده موند. داخل ایمیل نوشته بود: نمیدونم کی بودی، اما همون جملت من رو از بدترین تصمیم زندگیم برگردوند. امروز دارم دوباره زندگی میکنم. امیدوارم تو هم. امیر لبخند زد. اون شب فهمید گاهی نجات دادن یک زندگی همون چیزیه که زندگی خودت رو نجات میده.